آقا چجوریه بعضیا اهل ذکرن، همینجور تسبیح دستشونه ولی گناه هم میکنن؟ سلام، من سید محمد علی حسن‌زاده هستم و تو این کانال در موضوعات اسلامی ویدیوهایی رو منتشر میکنم. شما هم اگه به این موضوعات علاقه دارید کانال من رو دنبال و به دیگران معرفی کنید. میگن یه آقای از خطبا و از منبریا حدیث متقین رو میخوند برای مردم که امیرالمؤمنین علیه السلام تو اون حدیث میفرمایند که ویژگی های متقین رو که میشمارن من جمله این حضرت میفرمایند ابدانهم نحیفه. حالا این آقایی که داره این حدیث رو برای مردم میخونه خودش یه آدم ماشاءالله فربه تنومند استخوان درشت، رسید به این فراز که ابدانهم نحیفه. یکی از پایین به آقا گفت که آقا شما که خودت داری میگی متقین را علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجوری توصیف کرده، تو خودت خیلی نحیفی با این هیکل. اون آقا برگشت گفت که ببین من متقیم که این شدم، اگه متقی نبودم ببین چی می شدم. درسته که بعضی ها اهل ذکر هستن، اهل نماز و عبادت هستن ولی معصیت میکنن. اینا دو حالت داره، یا این که بالاخره این نماز و ذکر و دعا او رو نجات میده، باعث نجاتش میشه که ما در روایات متعددی این مطلب رو داریم. شخصی اومدن پیش پیغمبر گفتن که فلانی خیلی اهل گناهه، حضرت فرمود نماز میخونه یا نه؟ گفتن که بله آقا نمازش رو میخونه. حضرت فرمود نماز او رو نجات میده. بعضیا اینطوری هن، درسته اهل گناه هستن ولی اهل ذکر هم هستن. یه عده‌ای از اینها اون ذکر نجاتشون میده. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه ترک گناه کنن، باعث میشه توبه بکنن، باعث میشه گذشته رو جبران بکنن. من در مورد توبه، معنای واقعی توبه نصوح یه ویدیو ضبط کردم، اون ویدیو رو از اینجا ببینید. ولی یه عده‌ای هم هستن که اینها ذکر میگن، اهل گناه هم هستن، تا آخر عمر این گناه ادامه پیدا میکنه، توفیق توبه هم پیدا نمیکنن. این ذکری که دارن میگن نه تنها نجاتشون نمیده که باعث عذاب بیشترشون میشه. من یه ویدیو قبلا ضبط کردم، اون ویدیو رو هم میتونید از اینجا ببینید. آیا شیعیان فقط به بهشت میرن؟ امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. یا علی مدد. خدا نگهدار.